دوستان، امیدوارم هر جا هستین خیلی خوب باشه. امروز طبق قولی که بهتون دادم بررسی و تست دستگاه رنو پرمیوم 460 تمام فول، چند تا از اطلاعات ظاهری، فنی و داخلیشو میخوام همین به صورت 15 دقیقه کلیپ براتون توضیح بدم. یه موتور 6 سیلندر خطی هستش دوستان. میدونید که EEV یعنی همون استاندارد آلایندگی یورو 5، یورو 4 و یورو 6. از نمای جلو بخوام بگم، خب این ماشین مدلش فکر کنم 96 باشه. نسخه 460 رنو پرمیوم بعد از نسخه 420ش که بعد 20 سال تولید رنو به بازار ایران اومد. چراغ‌های ساده‌اش رو می‌بینید. خب این نسخه تمام فول فرق آنچنان با 440 و 420 نداره. حالا از نمای بغل هم براتون میگیرم. همونجوری که میبینید آینه بغل ها بازم به رنگ بدن تغییر کرده. این 460 که میبینید خب اون طرفش EEV کشیده. خب دسته که میبینید خب حالا استیلش تزیینی گذاشتن، سقف بلندش، سایز تایرها خب نسبت به من دیدم واقعا بزرگتر. در این قسمت حالا اتاق میاد بالا با ابزارهای مخصوصش دوستان. تیپ بندی های حالا رنو پرمیوم فرق داره که بعدش رنو تراکس به بازار اومد و قبلش هم رنو مگنوم بود. میبینید که باک نسبت به باک راننده بزرگتره، ولی در تیپ بندی های مختلفش این هم واقعا فرق داره. مخزن ادبلو هستش دوستان و باتریاش هم که اون طرف فرق داره. این ماشین برخلاف پرمیوم های دیگه این قسمت که میبینید شاسی کوتاه‌تر هستش. برخی پرمیوم ها شاسی بلندتری دارن، یعنی شاسیش بلندتره و بالون هاش که میبینید دو بالونه هستش. دیفرانسیل فوق العاده قوی و قدرتمند، بالون های خیلی بزرگی داره این ماشین، توپی های خیلی بزرگی داره. یه خاصیتی که این داره ماشین از توپی بزرگی بهره مند هست. در یخ‌ها و جایی که میخواد گیر کنه این ماشین واقعا خودشو میکشه بالا. و خب یکی از خاصیت بعدی که داره، خب اگه در شاسی بلند باشه به تریلر گیر میکنه و خب این هم مشکل سازشه و باید این ریش رو بکشید عقب‌تر و تنظیمش بکنید دوستان. خب اینجا میبینید کپسول های مخزن های بادش رو ببینید که این مخزن گازوئیلش 400 لیتر و اون طرفش فکر کنم 900 لیتر باشه حدوداً. موتورش رو میبینید توضیح دادم 6 سیلندر حالا خطی دوستان. از این نما هم براتون بگیرم، گفتم که این ماشین EEV دار هستش و نسخه DXI موتور DXI 13 هستش دوستان. خب حالا از نمای دور و برش که گرفتم یک سری چیزهای فنیشو براتون توضیح میدم، از داخلش هم براتون میگیرم، از تست و بررسیش هم حتما براتون خواهم گرفت. این قسمتش هم خواستم برخلاف اون کلیپایی گرفتم کاپوت بالا ندادم، خواستم از این قسمتش هم بگیرم. این قسمتی که میبینید خب زده کارواش نباید بشه، فیوزهای ماشین هستش. این مخزن حالا رادیاتور هستش، این خود رادیاتور دوستان، این هواکش بخاری درجا و این کپسول حالا کولرش هستش دوستان. میبینید تعلیق های حالا اتاق بر اساس بالون ها هستش که یکی از خوبی هایی که پرمیوم داره با این اهرم حالا تنظیم میشه. نمای جلوش چیز خاصی نداره دوستان، همین که گرفتم فقط اینجا یه ترامی داره که اینو بکشی بیاد پایین و جک های ماشین رو میبینید دوستان. منبع حالا شیشه شور ماشین این قسمت هستش که حالا باز میشه و روی روپلا قرار داره. مخزن بخاری درجا این قسمت که از اون ورودی میاد و به داخل موتور میره. اینجا باتری ماشین قرار داره. اینجا هم میبینید بالون های ماشین قرار داره. سیستم تعلیقش بالونیه. واقعا همونجور که اطلاع هم دارید پرمیوم واقعا از یه سیستم تعلیق کاملا نرم، یعنی روایت داریم که شما داخل پرمیوم بخوابی فکر می‌کنی خونه خودت خوابیدی دیگه. یعنی انقدر که این ماشین
نرمه و همین نرمیش باعث میشد که در اون سال خیلی از رانندگان ما این ماشین رو بخرن و وارد کنن. میخوایم از نمای داخلش بگیریم. این دستگاهی به باز میشه. اینجا حالا این به صورت فابریک نیست و این رو خود راننده عزیزمون طراحی کردن و ماشین میبینید که این ماشین 3 پله هستش دوستان. در این قسمت ما اینجا یه شاسی رو میبینیم که وقتی بکشی اینو یه فضایی حالا یه فضایی رو میبینید حالا برای به قول گفتن چیزایی که حالا آچارهایی که راننده میخواد بذاره و در اون طرف ولی نداریم. اینجا حالا یه چراغ کوچیکی به عنوان تمام فول هستش دوستان دیگه. خب اینجا فقط اینجا برای تنظیم آینه ها این شاسی رو ما میبینیم. تنظیم های صندلی دوستان، با قرار دادن این اهرم صندلی خب سفت و نرمیش وقتی باد داشته باشه انجام میشه. این اهرم ها خب میزان باد و این ماشین با اینکه تمام فوله باز اون طرفش تنظیمات صندلی راننده رو میتونین تنظیم کنین و صندلی شاگرد هم به همین جور هستش دوستان. اومدیم داخل رنو پرمیوم. از همین گوشه شروع میکنم. کلیدهای مربوط به شیشه بالابرها، گرمکن آینه و این خب در باز میشه با این الان نشونم بهتون میدم. خب از این قسمت این کلیدها مربوط به کروز ماشین هستش. دسته ریکاردر 3 زمانه که می‌بینید 3 بار بالا پایین میشه. خب از این پایین شروع کنم. و این اگه نشون بدن این مربوط به قفل کنه حالا تریلی هستش و اینها هم تنظیمات تریلی هستش دوستان. در اینجا خب دیگه این دسته برای دست راهنما و حالا چراغ‌های جلو تنظیماتش هستش دوستان. در این قسمت حالا برف پاک‌کن‌ها، شیشه شورها رو داریم و خب این دوستان گفتم دنده اتومات 12 سرعته آی شیفت هستش، یعنی 3 تا به دنده عقب و 12 دنده به جلو که میبینید با تنظیمات آر. حالا بعداً بهتون نشون میدم N D و اگه اینو یه بار به بالا بزنیم از حالت اتومات به حالا دستی جابجا میشه. و اینم که حالا مربوط به کلیدهای ضبط و تماس هستش که بلوتوثی هست دوستان. این مال دوستان قطع کنه ادبلو هستش. این مربوط به دور موتور و حالا تنظیمات دور موتور هستش دوستان. این در حالت قفل کنه ضد لغزش هستش. قفل کنه تپ فلاشر همونجوری که میدید میزنه و حالا اینم قفل کنه دیفرانسیل هستش دوستان. و این هم حالا مربوط به کلیدهای تهویه هستش که هر کی نگاه کنه میفهمه. در این قسمت ما ضبط خود کمپانی رنو رو باید قرار میدونن فابریک و که از مرز که رد میشن این ماشینا معمولا اینو ور میدارن. در این قسمت خب یک جا بر فضا برای راننده گذاشتم. این قسمت رو براتون بگیرم دوستان. با این کلید درها واز و قفل میشن. این مربوط به سانروف ماشین هستش. سانروف این ماشین برقی است دوستان. این برای بخاری در جای این ماشین هستش و دستی ماشین همونجوری که میبینید با ول میشه و دوباره سر جاش برمیگرده. از این قسمت بالا شروع کنم. این همون سیستم صحن بود و این قطع کنه حالا وقتی دنده عقب میزنیم دیگه بوق آلارم نمیده و این مربوط به چراغ‌های داخل هستش. همونجوری که میبینید روشن میشه. خب در این قسمت در فضای بالا دوستان اینجا یه قسمت تهویه شده مثل اینجا که خیلی بزرگ هستش دیگه. اینو یه تیکه کردن مثل ماشین های دیگه نیست واقعا. این قسمت هم حالا باز نمیشه من بهتون نشون بدم. این قسمت باز نمیشه و این خب برای آفتابگیر ماشین هستش دوستان. این حالا یه چراغ کوچیکی سیستم مولتی مدیا و اینجا هم یه چراغ برای بالا گذاشتن. این قسمت هم که باز میشه دوستان. اون قسمت هم که میبینید یه فضا دوستان. ماشین حالا روشن کردیم. اون آمپر اگه دیده بشه اون آمپر بنزین، آمپر دمای
هوای ماشین، آمپر کپسول هوا و حالا اینجا که می‌بینید دور موتور و کیلومتر شمار ماشین هستش. و اگر اینجا ضبط فابریک رو داشته باشیم، این قسمت مربوط به ضبط حالا کروز ماشین هستش که ضبط فابریک رو نداریم. و اینجا حالا قسمتی برای حالا دمای ماشین و ساعت تهویه شده.